به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، جلسه 15 از شیمی امیدو رو در خدمتون هستیم. ادامه فصل 3 یه مطلب خیلی کوتاه مونده، این رو میگم خدمتون، بعد میپردازیم انشالله به فصل 4. یه قسمت هایی در مورد کمپلکس من تو فصل اول صحبت کردم، همون قسمتی که در مورد ساختارهای لوئیس صحبت میکردم. یه قسمت هایی در مورد کمپلکس گفتم که بعضی از کاتیون ها میتونن با بعضی از حالا ترکیباتی که زوج الکترون دارن خیلی راحت پیوند تشکیل بدن و یه حالت کمپلکس مانندی رو ایجاد کنن. حالا بیشتر در مورد کمپلکس ها اینجا براتون صحبت میکنیم و بعد تعادلات اونا رو مورد بررسی قرار میدیم. کمپلکس شامل یک کاتیون مرکزی و تعدادی لیگاند اطراف آن است. لیگاند باید یک زوج الکترون غیر مشترک داشته باشد که بتواند به یون مرکزی متصل گردد. پس شد یک کاتیون مرکزی داره، مثلا CU دوبار مثبت، و لیگاندهای اطراف آن. لیگاندها همینایی هستن که زوج الکترون دارن و یا بار منفی دارن، فرقی نمیکنه، که میتونن اطراف این اتم مرکزی یا کاتیون مرکزی قرار بگیرن و برای ما کمپلکس ایجاد کنن. خب من اینجا CU دوبار مثبت رو کمپلکسش رو با NH3 یا همون آمونیاک مورد بررسی قرار میدم. CU دوبار مثبت میتونه 4 تا آمونیاک رو اطراف خودش نگه داره، بنابراین CU NH3 4 مرتبه دوبار مثبت ایجاد میشه. خب این دوبار مثبت مال خود مس هست که CU دوبار مثبت بوده، NH3 هیچ باری نداشته، بنابراین بار کل این کمپلکستون همون دوبار مثبتی هست که مال مس بوده. حالا اون دفعه هم گفتم خدمتون که اینکه چرا 4 تا مثلا NH3 اطراف CU قرار میگیرن هیچ مورد خاصی نداره، فقط بستگی داره به این شعاع مس بستگی داره و این قدرت لیگاند ما که چند تا میتونه اطراف CU قرار بگیره. برای همین فقط شما باید بدونید که مثلا مس با NH3 با 4 تا مثلا آمونیاک میتونه پیوند کمپلکس تشکیل بده. خب یه دونه دیگه از کمپلکس هایی که میتونیم براتون معرفی کنیم FeCN 6 مرتبه 4 بار منفی. خب بیایم بازش کنیم ببینیم چطوری بوده. این اگه من Fe رو بگیرم Fe دوبار مثبت، چون شما میدونید Cn یه بار منفیه، کلا سیانید یک بار منفیه. خب من 6 تا سیانید استفاده کردم، درسته؟ خب من 6 بار منفی دارم، باید حتما Fe دوبار مثبت باشه که با این 6 بار منفی کلن به من 4 بار منفی بده برای کمپلکسم. پس این که شما تشخیص بدید الان توی این کمپلکس Fe دوبار مثبت استفاده شده یا Fe 3 بار مثبت، به همین روشی هست که گفتم خدمتون. شما باید لیگاندها رو مورد بررسی قرار بدید، آیا این لیگاندها بار منفی دارند یا ندارند، و بعد با توجه به اون میتونید کاتیونتون رو تشخیص بدید که کاتیونتون چند بار مثبت بوده. مثلا اینجا NH3 هیچ باری که ما میدونیم نداره، بنابراین این دوبار مثبت مال CU بوده، پس کاتیونی که استفاده کردیم CU دوبار مثبت بوده. تو این قسمت چی؟ تو این قسمت هم که من میدونم CN یک بار منفیه، چون 6 تا استفاده کردم قسمت کمپلکس هم میبینم 4 بار منفیه، برای همین متوجه میشم که Fe حتما دوبار مثبت بوده. خب Fe هم با Cn یا همون یون سیانید میتونه 6 تا یون سیانید لیگاند سیانید رو اطراف خودش نگه داره و کمپلکس FeCN 6 مرتبه 4 بار منفی رو ایجاد کنه. معمولا این کمپلکس ها رنگ های مختلفی هم دارن، معمولا رنگ هاشون رنگ های پررنگی هم هستن. فقط من یه مورد رو بگم خدمتون، توی کمپلکس ها پیوند کوالانسی تشکیل نمیشه. من یه لحظه برگردم اسلاید قبل، نگاه کنید. شما فکر نکنید این NH3 با CU یه پیوند مثلا کوالانسی مثلا CuSO4 تشکیل میده که حالا پیوند یونی یا کوالانسی. نگاه کنید CU در وسط قرار میگیره، NH3 اطرافش قرار میگیره، درسته؟ اما پیونداشون پیوندهای کوالانسی یا یونی نیست، بلکه میتونید به صورت نقطه چین پیوندهاشون رو در نظر بگیرید. حالا خوب بود که من میکشیدم یکیشو براتون. پس CU در وسط، شما خودتون همین فرم رو بکشید، 3 تا NH3 بهش متصل کنید، اما این پیوندهایی که باعث میشه نیتروژن NH3
به CU متصل میشه رو به صورت نقطه چین بکشید، مثل پیوند هیدروژنی که قبلا توی دبیرستان میکشیدید یا حالا شاید داخل خود حالا شیمیا هم خونده باشید، مثل پیوند هیدروژنی باید بکشید. کلا کمپلکس ها به این حالت هستن. به این خاطر هست که رنگاشون خیلی رنگای تندی هستن، چون الکترون از این الکترون دریافت نمیشه، بلکه در حال حرکت هست. این جفت الکترونی که توی لیگاند قرار داره میتونه یه سهمی داشته باشه توی کاتیونتون و به صورت رفت و برگشتی عمل کنه، بنابراین یه رنگای تندی توی کمپلکس ها وجود داره. خب بریم سراغ تعادل های کمپلکس. من تعادل های کمپلکس رو فقط براتون توضیح میدم که تعادلش به چه صورت هست. مثالی از این قسمت براتون نمیارم چون حالا یکم مثالاش پیچیده هست دیگه. این قسمت های کمپلکس رو انشالله گذاشتم حالا برای بچهای شیمی توضیح میدیم، مسائلش رو براتون نمیگم، اما خود کمپلکس ها و تعادل هاش رو باید شما یاد بگیرید. خب من یه مثالی زدم از کمپلکس AgNH3 دو مرتبه مثبت. همونطور که توی قسمت قبل گفتم NH3 هیچ باری نداره، پس من هر چند تا NH3 داشته باشم مهم نیست، باری رو به روی اون کمپلکسه برای من ایجاد نمیکنه. پس این مثبته مال آجی هست، پس من متوجه میشم که آجیم یه بار مثبته، درسته؟ خب الان این کمپلکسه بخواد تجزیه بشه یا تفکیک بشه، دیسوسییشن اتفاق بیفته، ما رفت و برگشتی داریم، یکی یکی این NH3 ها میان بیرون. پس من وقتی که میخوام تفکیکی برای کمپلکس انجام بدم، یه دفعه نمی نویسم AgNH3 دو مرتبه حالا با یه بار مثبت بشه آجی مثبت به اضافه 2 تا NH3. من این کار انجام نمیدم. چرا؟ چون برای کمپلکس ها یکی یکی لیگاند ها جدا میشه. من برای هر لیگاندی که جدا میشه میتونم یه تعادل جداگانه در نظر بگیرم. پس برای این حالت من این ترکیب یه دونه NH3 ازش جدا میشه، پس چی میمونه؟ AgNH3 یه بار مثبت براش میمونه. خب من کای دی براش نوشتم یا همونطور که گفتم کای دیسوسییشن یا تفکیک نوشتم، درسته؟ کای دی یک هم گذاشتم. این یک به این دلیلی که یعنی اولین واکنش تفکیکی که داره انجام میشه، پس اولین NH3 اومده بیرون. خب برای عبارت ثابت تعادل بنویسید مثل قبلا انجام میدیم، فراورده ها رو میذاریم توی صورت، اون واکنش دهنده رو میذاریم توی مخرج. پس صورت من میشه AgNH3 یه بار مثبت در غلظت NH3 به روی مواد اولیه که هست AgNH3 دو مرتبه یه بار مثبت، درسته؟ خب برای تفکیک بعدی محصول تفکیک اولیه رو دوباره میایم و یه تفکیک روش انجام میدیم برای بار دوم. پس یه دونه NH3 دیگه جدا میشه، پس میشه Ag مثبت به اضافه NH3 که ثابت دیسوسییشن 2 یا کای تفکیک 2 رو هم میتونیم مثل بالایی بنویسیم. فراورده رو توی صورت قرار میدیم، واکنش دهنده رو توی مخرج. پس میشه غلظت آجی مثبت در غلظت NH3 به روی غلظت AgNH3 یه بار مثبت. خب حالا اگه من بخوام کادی کل رو پیدا کنم یا کای تفکیک کل رو پیدا کنم، باید این دوتا کادی ها رو در هم ضرب کنم. خب من همین کارو کردم، این دوتا کادی ها رو دقیقا گذاشتم روبروی هم، در هم ضرب کردم. خب یکیشون حذف میشه. کدوم حذف میشه؟ همونی که به عنوان فراورده توی اولی بود و به عنوان واکنش دهنده توی دومی بود. خب پس راحت میتونم این دوتا رو حذف کنم. حالا چی برام میمونه؟ کای کل میشه غلظت آجی در غلظت NH3 به توان 2 به روی AgNH3 دو مرتبه یه بار مثبت، درسته؟ من کای دی رو که پیدا میکنم، یعنی کای دی کل رو پیدا میکنم، دقیقا مثل حالتیه که من یک مرتبه بیام و این کمپلکس رو تبدیل کنم به اجزای سازندش. یعنی به جایی که بیام تفکیک و یکی یکی انجام بدم، بیام و در یه مرحله انجامش بدم. بگم این کمپلکس میشه آجی مثبت به اضافه 2 تا NH3. خب من اگه اینو بنویسم دقیقاً کای دی من یا کای تفکیک من جوابش این میشه، چون 2 تا NH3 میاد بیرون، پس میشه غلظت NH3 به توان 2. یه دونه هم آجی اومد بیرون، پس هر دو میشه توی صورت. مخرج من هم
میشه این قسمتی که خود کمپلکس، غلظت خود کمپلکس میشه مخرجم. درسته؟ پس حتما اگه کمپلکسی به شما داده شد باید تفکیک رو یکی یکی انجام بدید. اگه از شما خواستن که تفکیک کل رو به جواب بنویسید، هر چند تا تفکیک رو انجام دادید در هم ضرب میکنید، یا اینکه میاد به همین روشی که گفتم عمل میکنید، همه رو با هم تفکیک میکنید که بتونید تفکیک کل رو راحت عبارتش رو به دست بیارید. خب به این صورت که نوشتم اینجا براتون آجی انهای 3 دو مرتبه یه بار مثبت میشه آجی مثبت به اضافه 2 تا انهای 3. این تفکیک کلی هست، اما این تفکیک مورد قبول من نیست. حتما تفکیک ها باید به صورت تفکیکی نوشته بشه، یعنی 1 2 3 یا هر چند تا هست نوشته بشه. و بعد حالا چون که ما همه اینها رو یکی یکی داریم، حالا مثلا سوالی که ممکنه از اینجا بیاد، من ثابت ها کادی 1 2 تا مثلا 4 رو به شما داده باشم که لازم باشه، بعد از شما کای دی بخوام، پس شما با تفکیک ها رو یکی یکی انجام بدید. من ثابت تعادلا رو هم بهتون دادم، کافیه که ثابت تعادلا رو در هم ضرب کنید و بیایید کای دی کل رو به دست بیارید. خب این از قسمتی بود که از فصل اول مونده بود. گفتم که حالا فصل اول اگه توی کتاب حالا شیمی مرتبه 2 هم نگاه کنید یه مقدار از این بیشتره، چون من در این مورد مسئله های حالا یکم پیچیده تر آورده. من این قسمت رو فقط برای بچهای شیمی توضیح میدم، برای بچهای زیست اینا رو چون واقعا زیاد به دردشون نمیخوره، فقط طرز تهیه کامپلکس ها و اینکه چطور تفکیک میشن، این شاید حالا توی قسمت های از آزمایشگاه های زیست به دردشون بخوره، اما مسئله ها نیازی نیست که ما ورود کنیم. خب فصل 3 تو اینجا به اتمام میرسه. شروع میکنیم فصل 4 رو براتون توضیح دادم. خب فصل 4 شما در مورد الکتروشیمی هست. شما یه مقدار در مورد الکتروشیمی حالا قبلا خوندید، اما خب ما باید یکم داده هاتون رو بروز کنیم و حالا یه مطالب جدید رو بهش اضافه کنیم که حالا بعدا شاید به دردتون بخوره. قسمت الکتروشیمی هم قسمت مهمی هست برای بچه‌های زیست. خب الکتروشیمی با واکنش‌های اکسایش کاهش حالا سر و کار داره. حالا ما اول این 2 تا واکنش رو توضیح بدیم و بعد بپردازیم ان شاءالله به اینکه اینا چطوری حالا کلا اکسایش پیدا میکنن، چطور کاهش پیدا میکنن و بقیه مسائل. واکنش‌های اکسایش کاهش، واکنشی که در آن الکترون تولید میشود رو بهش میگن واکنش اکسایش. واکنشی که در آن الکترون مصرف میشود بهش میگن واکنش کاهش. من یه دونه واکنش اکسایش کاهش مثال زدم، Zn به اضافه Cu دو بار مثبت، حالا رفت و برگشتی میشه Zn دو بار مثبت به اضافه Cu. خب شما باید تشخیص بدید که من توی واکنشی که بهتون میدم کدوم جزء اکسایش پیدا میکنه و کدوم جزء کاهش پیدا میکنه. نگاه کنید، شما باید مثلا Zn رو در نظر بگیرید، بگید Zn میشه Zn دو بار مثبت، همین رو بنویسید، بگید Zn میشه Zn دو بار مثبت، بعد بیاید و این رو موازنه کنید، خود نیم واکنش رو موازنه کنید. بگید چی؟ مثلا نگاه کنید اینجا رو دقت کنید، حتما این قسمت اول رو یاد بگیرید چون خیلی کمک میکنه به قسمت های بعدی که ما میخوایم براتون توضیح بدیم. نگاه کنید، فکر کنید من هنوز این قسمت رو وارد نکردم، فقط نوشتم Zn میشه Zn دو بار مثبت. خب شما باید وقتی میخواید موازنه کنید یه نیم واکنش و این واکنش کامله، چون من یه ذره‌شو رو نوشتم یا نصفش رو نوشتم بهش میگن نیم واکنش. شما وقتی میخواید یه نیم واکنش رو حالا موازنه کنید، حتما باید این کار رو انجام بدید. اول موازنه جرم انجام بدید، بعد موازنه بار. خب موازنه جرم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه یه دونه Zn داره اینجا هم یه دونه Zn داشته باشین، کاری به بارا نداشته باشید. درسته؟ خب الان واقعا برای من موازنه جرمه، یه دونه Zn دارم، یه دونه اینجا Zn دارم. اگه دیدید مثلا H2 بود یه جای 2 تا هیدروژن داشت یه جایی یکی، حتما باید موازنه جرم رو اول انجام بدید. خب بعد میرید سراغ موازنه بار. موازنه بار چیه؟ یکم اشتباه میکنن دانشجوها توی این قسمت، فکر میکنن ما وقتی میگیم موازنه بار انجام بدین حتما باید هر دو طرف من خنثی بشه. مشکلی نیست که خنثی بشه، اما همیشه این اتفاق نمیفته که هر دو طرف خنثی بشه. مهم اینه که تو موازنه بار دو طرف با همدیگه بارشون یکسان بشه، نه اینکه حتما بارشون صفر بشه. درسته؟ پس حالا من این قسمت که آره صفر میشه، اما جلوتر که میریم بهتون نشون میدم بعضی از نیم واکنش ها وجود داره که من نمیتونم صفرشون کنم، پس مجبورم این سمت نیم واکنش رو با اون سمت واکنش فقط با هم دیگه یکسان کنم. درسته؟ از نظر باری. خب الان نگاه کنید،
الان اینجا زدن دارم، اینجا زدن دوبار مثبت. وقتی هیچ باری ندارید شما بهش میگی عدد اکسایشش صفره. پس اینجا صفره، اینجا دوبار مثبته. خب من فقط میتونم الکترون اضافه و کم کنم. میدونید که بار الکترون هم یه بار منفیه. پس شما وقتی میتونید فقط بار الکترون اضافه و کم کنید برای یکسان کردن بار، الان باید چیکار کنید؟ باید بیاید این سمت الکترون اضافه کنید. چند تا اضافه کنم؟ خب میبینم من 2 تا بار مثبت دارم. اگه 2 تا الکترونم اضافه کنم، 2 تا بار منفی با 2 تا بار مثبت با هم حذف میشن، بنابراین این سمت هم میشه صفر مثل این سمت. درسته؟ پس شما یه نکته رو دقت کنید، فقط الکترون دارید که میتونید بار رو با هم دیگه یکسان کنید. هیچ مثلا بار مثبتی ندارید. تا شما بار منفی تو دستتون دارید به عنوان الکترون، میتونید این سمت نیم واکنش بذارید، میتونید سمت راست نیم واکنش بذارید. پس جایی باید قرارش بدید، جوری باید قرار بدید و تعدادی باید قرار بدید که 2 تا سمت با هم تعداد باراشون با هم یکسان بشه. مثلا اینجا شده صفر. درسته؟ کاری انجام دادید که اینجا مثلا بشه صفر، این هم بشه صفر. مثلا اگه 2 الکترون شما اینجا اضافه می‌کردید چی میشد؟ خب این ور میشد 2 تا بار منفی، این ور میشد 2 تا بار مثبت. خب باز مشکل ایجاد میشد. پس شما باید جایی رو الکترون وارد کنید که بتونید 2 تا قسمت رو با هم دیگه باراشون رو یکسان کنید. خب الان که موازنه انجام دادید میتونید تشخیص بدید که این واکنش اکسایشه یا واکنش کاهشه. دقت کنید الان الکترون شما قسمت فراورده هاست، قسمت محصولاته. یعنی Zn شده Zn دوباره مثبت اضافه 2 الکترون، یعنی 2 الکترون تولید کرد. پس میشه واکنش اکسایش. اینجا نوشتم واکنشی که در آن الکترون تولید میشه بهش میگن واکنش اکسایش. درسته؟ خب یه اسم دیگه هم به این میگن کاهنده. چون واکنش اکسایش پیدا کرده میگن Zn میتونه نیم واکنش بعدی رو کاهش بده، بنابراین بهش میگن کاهنده. خب اکسایش در کجا اتفاق میفته؟ در آنود اتفاق میفته. من همه رو براتون نوشتم و به این صورت توضیح میدم که شما از قبل حالا یه اطلاعاتی در این زمینه دارید. من فقط اون اطلاعات رو سعی میکنم حالا کامل تر کنم و یا حالا اگه اشتباهی توی ذهنتون هست تصحیحش کنم. خب مورد بعدی چه اتفاقی افتاد؟ نیم واکنش بعدی سی و دوبار مثبت شده سی و شما دقیقاً فقط همین دو تا رو می‌نویسید، هیچ چیزی اینو فعلا اینجا اضافه نمی‌کنید. میگید سی و دوبار مثبت شده سی و. خب اول باید موازنه جرم انجام بدم، بعد موازنه بار. خب نگاه می‌کنی اینجا یه دونه سی و، اینجا هم یه دونه سی و، پس موازنه جرمی لازم نیست، خودش موازن است. حالا میریم سراغ موازنه بار. خب میگم اینجا هیچ باری ندارم، صفره. اینجا 2 تا بار مثبت دارم، پس خیلی راحت میتونم 2 تا الکترون اضافه کنم. 2 تا بار منفی با 2 تا بار مثبت صفر میشه و دقیقا شبیه به این قسمت تساوی میشه و راحت شما میتونید نیم واکنش رو موازنه کنید. خب این حالا این نیم واکنش چون 2 تا الکترون رو مصرف کرده میشه نیم واکنش کاهش. اینجا نوشته بود این واکنشی که در آن الکترون مصرف بشه بهش میگن نیم واکنش کاهش. خب چون این کاهش پیدا کرده این میگن این جزء یعنی 32 بار مثبت میتونه اون نیم واکنش رو اکسایش بده. درسته؟ بنابراین بهش میگن چی؟ اکسنده. و این توی کجا اتفاق میفته؟ توی کاتود. تا این قسمت ها رو بلد باشید. این که من بگم نیم واکنش اکسایش رو بنویسید، نیم واکنش کاهش رو بنویسید، اکسنده رو مشخص کنید، کاهنده رو مشخص کنید. چون قبلا کامل خوندید فکر می‌کنم چیز آسونی باشه، اما خب من یه توضیح کلی هم دادم خدمتون که اونایی که اگه یادشون رفته باشه حالا یه تجدید بشه یا یادآوری بشه براشون. خب اینم که میدونید که اکسایش و کاهش به ترتیب توی آنود و کاتود انجام میشه. خب چطوری من میتونم این واکنش کلی رو انجام بدم؟ به این صورت نگاه کنید. وقتی که یه اسمی به اسم Zn میارن، حالا یه عنصری رو خیلی هیچ باری بهش نمیدن، یعنی خود فلز اون عنصر رو دارن در نظر میگیرن، خود اون فلز رو دارن در نظر میگیرن. مثلا اگه میگفت Fe و هیچ باری براش نمیذاش یعنی خود آهن. درسته که به صورت جامده. اما وقتی بار براشون میذارن مثل 32 بار مثبت Zn 2 بار مثبت، یعنی اینا یونایی هن که تو محلولن، یعنی اینا محلول هستن اما اینا چی هن؟ خود قطعه فلز هستن. مثلا اینجا فلز روی، اینجا فلز سی. خب الان نگاه کنید 2 تا چیز با هم واکنش دادن. اون 2 تا مورد چیه؟ یکی فلز روی هست که من به صورت یه الکترود به صورت کامل کشیدم
و Cu دوبار مثبت. Cu دوبار مثبت یعنی اینکه محلول مس هست. حالا محلول آنیون من چی است مهم نیست، مهم این که من Cu دوبار مثبت داشته باشم. خب من نوشتم محلول CuSO4، درسته؟ پس این دوتا رو ما وقتی که قرار میدیم بعد از یه مدت این دوتا مورد رو تحویل میگیریم. Zn دوبار مثبت به من تحویل میدن و Cu. خب فکر کنم ادامهش هم خب تقریبا بلد باشی، اما خب من یه توضیح کلی میدم. Zn همین تیغه‌ای که از Zn ما گذاشتیم رفته رفته از بین میره، لاغرتر میشه، یا Znش داره از بین میره میاد تو محلول، درسته؟ میشه Zn دوبار مثبت. پس این Zn داره کم کم از بین میره. نگاه کنید چیزی که اکسایش پیدا میکنه یا توی آنود قرار میگیره معمولا رفته رفته خودش از بین میره و تبدیل میشه به چی؟ به یون خودش توی محلول. حالا برعکس، Cu دوبار مثبت توی محلول من زیاد دارم، دوتا الکترونی که این آزاد میکنه رو میگیره تبدیل میشه به مس جامد، یعنی مثل همون تیغه مس تبدیل میشه. خب کجا میشینه؟ دقیقا میشینه روی Zn. یه دونهای مسی رنگ دقیقا روی Zn تشکیل میشه. خود Zn داره از بین میره اما یه دونهای مسی رنگی روش تشکیل میشه و اون دونهای مسی رنگ همون مس هستن که توی محلول بودن. دو تا الکترون از Zn که تبدیل شده به Zn دوباره مثبت میگیرن و بعد به Cu یا همون تیغه یا فلز Cu تبدیل میشن و روی این تیغه میشینن. پس میتونید اینجوری به خاطر بسپارید همیشه توی آنود اون ماده‌ای که اکسایش پیدا میکنه فدا میشه، یعنی اون تیغه داره رفته رفته لاغر میشه و فدا میشه. برعکس اون ماده‌ای که توی کاتود قرار گرفته یا کاهش میخواد پیدا کنه الکترون ها رو میگیره و احیا میشه. یه اسم دیگه ای واکنش های کاهش واکنش احیا هم هست. پس احیا میشه یعنی دوباره Cu به دست میاد. پس آنود از خودگذشتگی میکنه، مصرف میشه، اما کاتود معمولا به جرمش همینجور اضافه میشه. خب یه مطلب مهمی که توی این قسمت باید شما یاد بگیرید تعیین عدد اکسایش با استفاده از فرمول مولکولی است. خب تعیین عدد اکسایش چطور هست؟ نگاه کنید، راحت ترین راه اینه که حالا من این قواعد رو برای شما توضیح بدم و شما عدد اکسایش رو با استفاده از فرمول بتونید به دست بیارید. حالا یادتون میدم وقتی عدد اکسایش رو بتونید به دست بیارید خب خیلی راحت تر میتونید واکنش‌های اکسایش و کاهش رو بنویسید. الان توی اسلاید قبل من مثالی که زدم خب خیلی ساده بود. Zn به اضافه Cu دوبار مثبت شده بود Cu و Zn دوبار مثبت. خب خودش به شما یون داده بود، یعنی راحت میتونستید واکنش اکسایش کاهش رو مشخص کنید. اما خب همیشه به این راحتی نیست، بعضی اوقات نیاز داره که شما خودتون عدد اکسایش رو پیدا کنید و مقایسه انجام بدید، درسته؟ و به خاطر همین بهتره که اینجا تعیین عددهای اکسایش رو با استفاده از فرمول مولکولی که حالا مهمترین حالت هست رو متوجه بشید که انشالله بتونید به سوالامون جواب بدید. خب چند تا قاعده داره عدد اکسایش، اون قواعد رو با هم بخونیم بعدش هم که مثال حل میکنیم. میگه عنصرها عدد اکسایش صفر دارند. تمام عنصرها عدد اکسایششون صفره، مثل همون قسمتی که نشون دادم خدمتتون، مثلا FeMg چون هیچ باری ندارن عدد اکسایش اینا صفره. حالا O2Cl2 چون بالاخره مگه عنصر چیه؟ عنصر ترکیبیه که فقط از یک نوع اتم ساخته شده. مثلا S8 هم عنصره، درسته 8 تا S داره اما چون همشون اسن و شبیه به همن میشه چی؟ عنصر. پس عنصر ترکیبیه که تمامی اتم ها شبیه به هم باشن. خب به اینا میگن صفر. عدد اکسایششون دیگه نیازی به حساب کردن هم نداره. خب شماره 2 عدد اکسایش یون ها، عدد بار آنها خواهد بود. یعنی اگه شما مثلا بگید Fe دوبار مثبت عدد اکسایشش چنده، خب اندازه بارشه دوبار مثبت. اگه بگید Mg دوبار مثبت عدد اکسایشش چنده، باز ما میگم برابر با بارش همون دوبار مثبته. پس شما الان دو تا چیز ساده یاد گرفتید که اصلا نیازی به محاسبه هم نیست. یکی این که اینا خودشون عدد اکسایششون صفره هرچی عنصر بدون بار داریم، اما زمانی که اینا باردار میشن یعنی مثلا به صورت دوبار مثبت یا حتی منفی هم در میان، شما عدد اکسایشش رو برابر با بارش قرار بگیرید. مثلا اگه اوی دوبار منفی به شما دادن میگین عدد اکسایش اکسیژن -2 هست، درسته؟ خب اینم از یون ها.
بعد بری سراغ عدد اکسایش هالوژن ها در ترکیب ها -1. هالوژن ها من چی ان؟ فلور، کلور، بروم و یود. اینا همشون اگه توی ترکیبی وجود داشتن شما بر جاش بذارید -1. پس میتونن هالوژن ها عدد اکسایش همشون -1 داشته باشن. خب مورد چهارم اینه که عدد اکسایش اکسیژن در ترکیب معمولا -2. پس اگه اکسیژنی هم توی یه ترکیبی دیدید عدد اکسایش برابر با -2 در نظر بگیرید. حالا من اینجا نوشتم معمولا، این حتمیه، اما این نوشتم معمولا چون که ما بعضی وقتا سوپر اکسید داریم، بعضی وقتا پروکسید داریم، اینا توشون عدد اکسایش اکسیژن -2 نیست. اما خب اون موارد استثنایی هستند که معمولا مطرح نمیشن برای شما، برای موارد خاص مورد استفاده قرار میگیرن. شما همین که بدونید اکسیژن -2 هست تو این حد کافی هست. بعد عدد اکسایش فلزای گروه 1 و 2 و 13 در ترکیب ها -1، -2 و -3. یعنی میگه اگه یه ترکیبی به شما دادن توش یه فلز مثلا گروه 1 بود، به جاش بذارین -1 دیگه. حالا لازم نیست که دوباره برید اینو پیدا کنید. پس گروه های 1 رو باید بشناسید، گروه های 2 و گروه های 13، چون اینا میتونن کاتیون تشکیل بدن و زمانی که حالا کاتیونشون تشکیل شد ما میتونیم عدد اکسایشش رو از روی اون بخونیم. میدونیم که گروه های 1 فقط یک بار مثبت ایجاد میکنن، گروه های 2 دو بار مثبت و گروه های 13 سه بار مثبت ایجاد میکنن. بنابراین ما میتونیم به عدد اکسایش این گروه ها به ترتیب -1، -2 و -3 اگه توی ترکیب براتون آورده باشن. حالا مسئله حل میکنیم و متوجه میشید. مورد ششم گفته عدد اکسایش هیدروژن در ترکیب ها معمولا -1. آره اینم معمولا داره مثل اکسیژن. پس شما هر جا هیدروژن دیدید دوباره میتونید جاش بذارید -1. حالا این که گفته معمولا توی هیدریدها این اتفاق میفته، زمانی که هیدروژن با مثلا فلزهای گروه اول با هم دیگه واکنش میدن، مثلا NaH، توی این حالت دیگه H ما یه بار مثبت نیست، حالا بلکه منفی میشه. اما خب ما هم باز وارد این مسائل جزئی نمیشیم، مثلا کلی تر ما در نظر میگیریم. پس شما هر جایی که توی ترکیب هیدروژن دیدید به جاش بذارید -1. خب بریم چند تا سوال حل کنیم توی این مورد. خب مثلا به شما میگه عدد اکسایش اتم نشاندار شده با ستاره را مشخص کنید. مثلا KMnO4 رو به شما دادن. خب KMnO4 زیر Mn یه ستاره کشیده، یعنی برای من مشخص کنید منگنز رو اینجا عدد اکسایشش رو چند بگیرم. خب شما چی کار میکنید؟ شما میگید که پتاسیم جزء گروه اول هست. گفتیم هر جای گروه اول رو دیدید جاش بذارید 1 یا همون -1. همه این عدد اکسایش‌ها رو باید با هم جمع کنید. خب جای کا میذارید -1 به اضافه Mn رو که ندارید، شما با محاسبه میخواید به دستش بیارید، پس جای Mn خودش رو میذارید. خب اکسیژن رو ما گفتیم چی طبق اون قواعد؟ گفتیم هر جا اکسیژن دیدید جاش بذارید -2. خب الان من چند تا اکسیژن دارم؟ 4 تا. 4 تا -2. خب همش تموم شد دیگه، برابر با 0 قرارش میدم. خب چرا 0؟ به این دلیل که هیچ باری نداره این ترکیبم. اگه بار داشت برابر با بار اون ترکیبم قرار میدادم تا بتونم Mn که به صورت مجهوله به دستش بیارم. پس یه بار دیگه میگم براتون. پس زمانی که به شما یه ترکیب بدن بگن یکیش رو از اکسایشش رو پیدا کنید، مطمئن باشید اون بقیه رو شما طبق اون قواعد بلدید بنویسید که فقط برای شما مجهول همون ستاره داره باشه که براتون مشخص کردن. توی اینجا گفتم جای K1 میذارید، جای اکسیژن هم 2 میذارید، حالا منگنز میخواید به دست بیارید. خب همه رو برابر با 0 قرار میدید. خب 1 به اضافه منگنز رو میذارید، 2 4 تا 8 تا -8 برابر با 0. منگنز این دوتا رو جمع جبری میکنید میشه منهای 7 برابر با 0. پس منگنز 2 شما در میاد -7. پس این پیدا کردن عدد اکسایش از روی فرمول مولکولیه. شما خیلی چیزا رو میدونید طبق اون 6 تا قاعده‌ای که بهتون گفتم، مثلا هیدروژن چند، اکسیژن چند و اینا. با استفاده از این قواعدی که میدونید حالا میاد برای سایر عناصری که توی ترکیب وجود دارن عدد اکسایش رو پیدا میکنید. مثلا به عنوان مثال H2SO4 رو اینجا به شما دادن.
زیر اس ستاره کشیدن یعنی چی؟ یعنی شما باید پیدا کنید که این گوگرد شما عدد اکسایشش چنده. خب حتما بقیه رو بلدید. مثلا اینجا هیدروژنه، گفتیم جای هیدروژن باید مثبت 1 بذارید دیگه. پس چند تا هیدروژن داریم؟ 2 تا. پس 2 تا یکی به اضافه اس رو که نداریم خودش رو میذاریم. اکسیژن رو چند تا داریم؟ 4 تا داریم. پس 4 تا منفی 2 برابر با 0. پس حالا دیگه جمع جبری ها رو انجام میدید و گوگرد شما میشه مثبت 6. پس اگه هر اتمی به شما دادن توی ترکیب باید بتونید عدد اکسایشش رو به این روش پیدا کنید. خب 2 تا مثال دیگه هم زدم. این یکی رو سمت چپی رو من باردار انتخاب کردم که متوجه بشید که ما برابر با چی قرار میدیم. مثلا اینجا به من گفته عدد اکسایش گوگرد رو به دست بیار، چون گوگرد رو برای من ستاره کشیده. خب گوگرد رو نمیدونم، خودش رو میذارم به اضافه اکسیژن همیشه منفی 2. حالا معمولا البته بگیم بهتره. خب چند تا اکسیژن دارم؟ 4 تا. پس 4 تا منفی 2 تا برابر با دیگه 0 قرار نمیدم، برابر با منفی 2 قرار میدم. دقیقا اون باری که ترکیب من داره اون بر تساوی قرار میگیره. وقتی هیچ باری نداشته باشه، خنثی باشه، مثل 2 مورد قبلی که حل کردیم، برابر با 0 قرار میگیره. اما هر چی بار داشته باشه ما اون باره رو اون سمت تساوی قرار میدیم، مثل همین حالتی که انجام دادیم. خب اس منهای 8 میشه منفی 2. اس برابر است با 8 میاد این سمت میشه مثبت، منهای 2 هم که میشه مثبت 6. درسته؟ پس جوابش در میاد گوگرد شما مثبت 6 از عدد اکسایشش. خب یه مثال دیگه، مثلا منگنز O2. خب منگنز رو گفته عدد اکسایشش رو به دست بیارید. خب خود منگنز رو نداریم، به اضافه اکسیژن 2 منفی 2 هست، چون الان 2 تا از اکسیژن داریم. پس 2 تا منفی 2 تا برابر با چه عددی قرار میدیم؟ چون هیچ باری ندارن برابر با 0 قرار میدیم. خب منگنز منهای 4 برابر با 0، منگنز هم میشه مثبت 4. پس شما به این روش باید بتونید عدد اکسایش همه ترکیباتی که ما بهتون میدیم رو، حالا عنصرهایی که البته معمولا مشخص میکنیم و بهتون میدیم، اون عنصرها رو پیدا کنید. یه تمرین هم دادم. نیتروژن در کدام یک از واکنش‌های زیر اکسید شده و در کدام یک کاهش یافته است؟ خب 3 تا نیم واکنش تقریبا بهتون دادم. میگه هیدروژن نیتروژن چه اتفاقی براش افتاده؟ مثلا شما باید عدد اکسایش رو با توجه به اون چیزی که بهتون گفتم پیدا کنید. مثلا اینجا N2، خب عنصر دیگه، عنصر عدد اکسایشش 0، نیازی به محاسبه نیست. اما اینجا عدد اکسایشش رو باید محاسبه کنید. عدد اکسایش نیتروژن، فرض کنید این ترکیب رو بهتون دادن، گفتن عدد اکسایش نیتروژنش چنده، اینو پیدا میکنید. بعد با توجه به اینکه حالا عدد اکسایش شما زیاد شده یا کم شده، میتونید بگید اکسید شده یا کاهش پیدا کرده. اگه مثلا اینجا 0 باشه، به عنوان مثال میگم، نیتروژن شما پیدا کنید مثبت 2 باشه به عنوان مثال، چون از 0 رسیده به مثبت 2 یعنی افزایش پیدا کرده از اکسایش، پس من میگم که چی؟ این اکسایش پیدا کرده. اگه برعکس مثلا این 0 بشه، نیتروژن شما در بیاد منفی 2، خب از 0 بیام منفی 2 یعنی کاهش پیدا کرده. درسته؟ از اکسایش کاهش پیدا کرده. وقتی که از اکسایش کم بشه میگیم که این این عنصر کاهش پیدا کرده. درسته؟ پس با توجه به این چیزی که گفتم خدمتتون، سعی کنید که این قسمت رو حل کنید و بعد حالا به جواب من رجوع کنید در جلسه بعد و بتونید اون رو انشالله تصحیح کنید. خب تا همینجا کافی است برای این جلسه، بقیه‌اشو میذاریم انشالله برای جلسه آینده. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.